سلام. آبجی شما اینجایی؟ سلام. آرش خواهرت اینجا بود، چرا نگفتی زودتر بیام؟ آره عزیزم سرزده اومدم آبجینا. باز چی گرفتی؟ قربونت برم، یه ذره لباس نیاز داشتم رفتم گرفتم. بیا آرش اینم کارتت. خدا رو آخه خوش میاد داداشم از صبح تا شب جون بکنه و تو این چرت پرتا رو بخری. عزیزم چی کار داری تو؟ زشته، ما اینجا مهمونیم. نیاز داشتم که گرفتم دیگه. بابا نیلوفر وایسا، آبجی منظوری نداشت اصلا که. منظوری نداشت؟ یعنی من انقدر بی‌درک و شعورم که فقط پول خرج کردن بلدم؟ مگه چه بدی بهش کرده بودم، چه بی‌احترامی بهش کرده بودم؟ آخه آبجی این چه کاریه که میکنی؟ به جایی که بگیری بزنیش مش به در میکوبی. بسه بابا آبجی بسه. بعد از 3 ماه خودم بهش کار دادم، گفتم هر چی دوست داری برو بخر. زنمه میفهمی؟ مگه خودتو نبودی که واسه کوچیک‌ترین مراسم همین شوهر بنده خودتو شیر می‌کردی که واسه طلا بخره؟ همین 4 تا دیگه لباسم واسه عروستون نمی‌بینی؟ به خدا خیلی دوست دارم که چی بهت نمیگم. بعد فوت مادرمون کی به من یاد داد که بعد ناموسمون چطوری مراقبت کنیم؟ حالا خودت میزنی زیر حرفت؟ پس خودتو کوچیک نکن آبجی.